رانندگان ماشین‌های بارکش از آنکه سند لغو اجازتنامه حرکت از جانب وکیلان پارلمان‌های ازبکستان و تاجیکستان تصدیق شده است خوشحالند. اما طول کشیدن این روند آنها را نگران کرده است. بعضی از رانندگان ماشین‌های باربر میگویند با گذشت قریب 6 ماه از سازش نوی تاجیکستان و ازبکستان مسئله رخصتنامه یا دازوال همچنان مانده است. هرچند موجودیت این مشکل را آنها اعتراف میکنند ولی دور از ثبت دوربین در صحبت حضوری گفتند که هر دفعه رخصتنامه را تقریباً به $100 آمریکایی خریداری میکنند. در صحبت‌های قبلی نرخ آن را گرانتر میگفتند. اگر دازمال بار مقصد ما بام خوب میشود مقصد همه رانندگان خوب میشود نیتال که مقصد ما با خوراکبری ارزان میشود بار مقصد میگیریم جدت نمیکنیم با ارزانتر بار میگیریم مقصد میبیم امیر از خود که دازمال میگیری هوای مینوس میکنه. دازمال شما چند سومی؟ $160-170 در پریمیر. سازشنامه نو درباره لغو رخصتنامه ماه اپریل امسال در دوشنبه امضا شد. مسئولان وزارت نقلیات گفتند ترتیب نو بعد از گذشتن رسمیات از جمله رضایت پارلمان به اجرا می‌درآید. اولی ماه جاری پارلمان تاجیکستان و ماه گذشته پارلمان ازبکستان این سند را تصدیق کرد. همکنون مسئولان این ساحه میگویند که باید نمایندگان مجلس ملی، مجلس عالی و پرزیدنتان دو کشور نیز سندها را باید امضا گذارند. از این خاطر انجام این روند و سنه قبولش دقیق نیست. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان هنگام پیشنهاد سند به وکیلان مجلس نمایندگان گفته است که حجت ساده کردن گزارش ترانزیتی ماشین‌های بارکش را توسط قلمرو تاجیکستان و ازبکستان پیش بینی می‌نماید. هر سال در مجموع 25 تا 30 هزار اجازتنامه برای حمل و نقل دوجانبه، ترانزیت و انتقال بار به دولت سوم که قسم زیادی آن برای بارکشانی ترانزیتی توسط قلمرو جمهوری ازبکستان استفاده می‌شود، تبادل می‌گردد. هر سال واسطه‌های نقلیات اتومبیلی تاجیکستان زیاده از 36 هزار حمل و نقل بین‌المللی را توسط قلمرو ازبکستان انجام می‌دهند. گرفتن رخصتنامه برای کشاندن بار از تاجیکستان به خارج به واسطه خاک ازبکستان 6 سال باز هست، اما ارزش آن در سال روان بحث برانگیخته این بخش را ناشفاف جلوه داد. بر اساس سندی که نو امضا شد دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی شود. ماه ینور امسال ده‌ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده از مشکل دریافت رخصتنامه شکایت کرده بودند. رانندگان آن زمان میگفتند هرچند راه به ازبکستان باز است مشکل گرفتن رخصتنامه مانع سفر شده است. وزیر نقلیات گفته بود که سند را از ازبکستان میگیرند نه اینکه خودشان نشر و پهن میکنند. در هر صورت چند راننده تاجیک در آنجا بودند از گرانی رخصتنامه گله کرده ابراز امید نمودند که احتمال سازشنامه زودتر تطبیق گردد. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان هم امیدوارند که از بین رفتن اجازتنامه امکان میدهد وقت انتقال و خطر آسیب یافتن بار بسیار کاهش یابد. ازبکستان در طول 6 سال اخیر به یکی از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان تبدیل یافته است. میان دو کشور 13 گذرگاه است. افزایش نرخ رخصتنامه و کمچینی آن بارها باعث به تشویش رانندگان در تاجیکستان شده است. در گذشته این مسئله چند دفعه رسانه‌ای شده، مقامات هم وعده حل مشکل را داده بودند، ولی مسئله همچنان ماند. بحث اساسی این است که مقامات ارزش آن را کمتر و رانندگان بیشتر میگویند. از بس که دخل و خرج این ساحه آشکار نیست، گمانها را درباره احتمال ناشفاف بودن خرید و فروش رخصتنامه بیشتر کرده است. سال گذشته تقریباً 80,000 اجازتنامه فروخته شد که بر اساس حساب‌های تخمینی و نرخ‌هایی که رانندگان میگویند حداقل $8 میلیون را تشکیل داده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی از گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان.